صحبت کردن از امامونم بعد از این همه سال خیلی سخته. آدم زیر هجوم خاطراتش دلپیچه میگیره. اصلا اونقدر شرایط خطیر بود خودمونم نمیدونستیم کدوم بیمارستان باید ببریمش. بیمارستان قلب بریم، مغز بریم، سوانح سوختگی بریم. امام اون روزا خیلی بد سوخته بود. به قول آقای احمدی نژاد که میگفت ریخته بودن همونجا که میسوزه. خلاصه دیدیم یهو امام در رو وا کرد با بیژامه اومد تو. سری من و حمید شپش 3 امامو گرفتیم پرده آشپزخونه رو کندیم انداختیم روش. گفتم خودتو بپوشون. ناگهان امام خودش خیلی کلک بود. تا اومد دوربین که دید گفت لاکن دوربین روشنه. پرید گفت منو ببرید رکوع سجود، رکوع سجود، رکوع سجود پشت هم دیگه. فیلمی هم میومد ناکس. حالا 2 نفرم تنگشو گرفتن که نیفته. نمازو که زد به کمرش، آقا نشست ریموت کنترل گرفت دستش، گفت یه فیلم هندی بذار حال کنیم. امام خیلی فیلم هندی دوست داشت اون موقع. یاد بچگیاش میافتاد فیلم می‌دیدم. ما هم براش گذاشتیم دیگه این چیکیدن هم برو که بره. جواد آقای ننه مردم که 3 تا کار بیشتر بلد نبود. یا گریه میکرد، یا مثل خرس میخوابید، یا خیار پوست میکرد. امام از اونجایی که روزهای آخر این دستش به اون دستش هی میگفت غلط کردی، غذا هم که میخواست بخوره 16 تا قاشقو کثیف میکرد. اونو بذار اونجا. اونو ور ندار آخه، اونو ور ندار. احمق بهت میگم اونو بذار اونجا، اونو بذار اونجا. اون دست نزن. ببین قاش نکن. اونو به سر جاش. یا امام خوبی باشی خب اونو به سر جاش. اون آخر کاریا همه چی امام قاطی پاتی شده بود. قطره دماغشو میریخت تو چشش، قطره چششو میریخت تو حلقش. بعد دیگه جوری شده بود 60 پاش با دماغش جابجا شده بود. عدسه که میکرد دمپایش دلنگی میپرید بیرون. یکی از تفریحات امام این بود که زنگ میزد این برانور مزاحم تلفنی میشد، فوت میکرد، بالا سوال میکردی خمینی بودی. یکی دیگه از ویژگی‌های برجسته امام این بود که خیلی عشق تیپ داشت. یعنی خفنی عشق تیپ داشت. نه که خودش فکر میکرد خیلی خوش تیپه، واسه همین نصف روز جلو آینه بود، ریششو قشم میکرد. این کنگوک بازی ها. خلاصه سر پیری و معرکه گیری روزهای آخر عشقش کشیده بود پاهاشو 180 درجه وا کنه. دیگه کار ما در اومده بود دیگه. 4 نفره میافتادیم روش. من بکش اکبر شپش بکش، من بکش اکبر شپش بکش. یه مرتبه به حاجی صاحب گفتیم که حاجی صاحب برید علی رو هم بیارید من ببینم. حضرت امام به علی آقا خیلی علاقه داشتن. علی آقا جانم. بله علی آقا خود من هستم. البته اون موقع کوچیک بودم، بهم میگفتن علی کوچولو. قبل از ظهر که وقتی یک مرتبه علی رو آوردن خدمت امام و ایشون امام رو دید و امام ایشون رو دید، فرمود رضا ببرش دیگه نیارش. که امام فرمود علی رو ببر که نباشه که من بین خودم و خدا هیچ مانعی رو نداشته باشم. والا اینکه این آقا میگه رو من نمیفهمم منظورش چیه، چون اونجایی که ما وایساده بودیم خدا نبود. حالا من که یادم نمیاد خدا اونجا باشه. اسرائیل بود اومده بود امامو خرکش کنه که ببره. ما هم وایساده بودیم وسط مثل که مانع شده بودیم. آخرش هم اسرائیل ما رو زد کنار و خفت امامو گرفت و برد. بعد روح بلند امامو انقدر کشید که دیگه اصلا از جا در رفت. نه جدی از جا در رفت. از جا در رفت.